سلام خانم مقدم. سلام. حال شما چطوره؟ سلامت خوبین؟ باشی. مرسی. شما رو که همه میشناسن. خیلی خوشحالم که کنار من هستید. الان سلامت اینجا باشی. داریم با کسایی که میشنون و میبینن برنامه منو صحبت میکنیم. امیدوارم که برنامه‌ای بشه که واسه همه مفید بشه و به دردشون بخوره. انشالله. چه خبر؟ خبری سلامتی؟ همه چی خوب؟ خدا رو شکر. یکم در مورد خودتون بگید، خودتون رو معرفی کنید برای کسایی که شما رو نمیشناسن. بله. من آمنه خلج زاده مقدم، مختصر اسمم شده آمی مقدم. دیگه از سن نوجوانی دوستام آمی صدام میکنن، دیگه اسمم شد آمی، مخفف آمنه. و در خدمت شما هستم. هیر کالریستم، کار رنگ مو انجام میدم. 12 سال سابقه کار دارم که از لحاظ خودم 5-6 سالش تخصصیه و مدرس رسمی سازمان فنی حرفه‌ای ام و تقریبا 6 سالم هست که دارم آموزش میدم. متولد چه سالی هستین؟ 66 66. چه ماهی؟ اردیبهشت. اردیبهشت 66. شما همیشه سلامت باشین. سلام. قبل از اینکه رنگ، یعنی تو کار رنگ بشین، حالا نمیگیم رنگ کار، بله. هیر کالریست باشین، چه کاری انجام میدادین؟ قبلش توی رستوران کار میکردم. خب قبلترش هم توی یه مبلمان اداری قسمت فروشش بود. یعنی اصلا هیچ ربطی به هم نداشت. ربطی نداشتین. خب چی شد که اصلا اومدین تو این قضیه وارد شدین؟ اجبار. تعریف کنین واسمون. خب توی مدتی از زندگی مجبور بودم که کار کنم و یه شغلی داشته باشم که یه درآمد یه مقدار بهتری داشته باشه. بعد توی سالن آرایشی شروع کردم به کار کردن. همه کار انجام میدادم، کار ابرو، کار اصلاح، کار کدوم مژ. منطقه؟ منطقه جمهوری. آها. بله، میدون جمهوری. بعد یه سالن معمولی محله‌ای بود دیگه، اونجا کار میکردم، همه کار انجام میداد، از نظافت از همه تقریبا همه شروعشون کار اینجوری درست. بوده. دقیقا. بعد دیگه یواش یواش احساس کردم که میتونم از کار رنگ مو انجامش بدم. بعد اون سالونی که بودیم رنگکارش رفت. بعد من به صاحب سالونمون گفتم که من فکر میکنم بتونم انجام بدم، چون دیده بودمش دائما و یه تایم زیادی رو توی سالن بودم، دست اون رو نگاه میکردم، پیش خودم فکر میکردم که بتونم این کار رو انجام بدم. بعد هیچی دیگه، مشتری اومد، صاحبکارم بهم اعتماد کرد. یه موی مصری بود، خب هیچی دیگه براش با فویل انجام دادم. قشنگ شد، خیلی قشنگ شد، مشتریم راضی بود. دیگه از اون موقع به بعد دیگه شروع کردم به کار کردن. 1-2 تا کلاس شرکت‌های برندهای رنگ مو رو رفتم. بعد دیگه همش شد تکرار تمرین. مدل خیلی میگرفتم، روی مدل کار میکردم دیگه. یهویی یعنی اتفاقی شد کاملا، اصلا بله، برنامه‌ریزی خاصی نداشت، اصلا بدون هیچ، علاقه یا اینکه اصلا. تازه بعدم هم من تو اون سالونی که کار میکردم اوایل خب پیش پدرم بودم. ما منزل پدریم سمت میدون منیری هست، یعنی ما بچه اونجا. بعد از اینکه متارکه انجام شد و اینا، من فرزندمو که ازم گرفتن، با پدر مادرم یه دعوای خیلی بزرگی داشتیم. بعد بابام بهم گفتش که چرا مهریت رو نگرفتی، بچه رو دادی مهریه رو هم نگرفتی، برو بیرون. بعد من از خونه آره اینجوری بود که بهم گفت برو، چرا حرف منو گوش نکردی. بعد من دیگه اومدم به صاحب سالونم گفتم که این اتفاق برام افتاده، خیلی ناراحت بودم. خب تو اون بحبوحه اون اتفاقات بود، از اون ور اعصابم خورد بود، بچه‌مو نمیدیدم، از اون ور جا نداشتم دیگه بمونم، چون من کلا با خانواده زیاد در مامانم بندرعباس زندگی میکرد، پدرم تهران، اینا از همدیگه جدا زندگی میکردن، متارکه نداشتن ولی جدا زندگی میکردن. بعد دیگه به صاحب سالن که گفتم، گفت بمون اینجا بخواب دیگه. شب و در رو قفل میکرد، من میموندم سالن دیگه، سالن نظافت میکردم، تمیز میکردم، همونجا دوش میگرفتم، لباسامو میشستم، میموندم تو سالن. فردا صبحش که میومدن بچه‌ها، به بچه‌ها نگفته بودن که من، یعنی این لطفو در حق من کردن که به بچه‌ها نگن. بعد یه ناخونکاری اونجا بود، چیز شد، من گشنم بود، بعد درم قفل بود دیگه، در باز نبود. بعد رفتم سر یخچال سالن، غذا بود ولی غذای اون دختره بود، دختر ناخونکاره که دوستم شد دیگه، خیلی هم با هم دوست موندیم. بعد
نخوردمش. خب دیگه زشت بود دیگه، غذا یکی دیگه بود، بعد اونا میدونستن که هیچکی تو سالن نیست. بعد دیدم یهو SMS اومد برام که من برات غذا گذاشتم توی یخچال، من میدونم تو سالن میخوابی، غذا رو بردار بخور. بعد غذا رو خوردم. فرداش که اومد سالن بهش گفتم از کجا فهمیدی؟ گفت متوجه شدم دیگه، فهمیدم میمونی سالن. بعد بهم گفت بیا بریم خونه ما. یه چند روزی رفتم خونه اونا. بعد همون دوستم بهم کمک کرد، همه با هم دیگه مثلا 500 تومن جمع کردیم. یه مقدارم خودم یه دونه انگشتر داشتم فروختم، 5 میلیون شد، رفتم یه خونه گرفت. و چقدر این پروسه ادامه داشت که تو سالن بعد دیگه بخوابی؟ امید اومد. اون موقعی که تو سالن میموندم 6 ماه تو سالن موندم. بعد 6 دیگه ماه تو سالن خوابیدین و 6 کار ماه تو سالن کردین و خوابیدم، همونجا دوش میگرفتم، همونجا لباسامو میشستم، همه چیز توی همونجا بود. دست اون خانمم درد نکنه اگر داره این فیلم رو میبینه، هم خودشون هم آقاشون بسیار بسیار زحمت کشیدن برای من. بعد از اینکه اون خونه رو گرفتن دوباره برام وام جور کردن، من تونستم یه خونه بهتر بگیرم که مقدار اجارش کمتر باشه. خیلی بهم کمک کردن اون زن و شوهر توی اون فاصله زمانی. بعد که دیگه امید اومد، امید میرفت سر کار میکرد، خب درآمد خودش رو داشت دیگه. حالا خونه گرفتیم و دیگه امید که اومد یه مقدار وسایل رفتیم گرفتیم، وسایل دست دوم رفتیم گرفتیم. اون موقع نمیتونستیم وسایل نو بگیریم. یادمه یه مبل خریدیم، مبل رو اون ته انبار بود، وقتی دیدیمش از تو دیوار گرفته بودیم. بعد برامون فرستاد، اومدیم نشستیم روش، این مبله کلا فنراش خراب بود، دوتامون میشستیم روش میخندیدیم. یعنی اولین باری که نشستیم این رفت تا ته رو زمین رو میخندیدیم. ولی دیگه همه اینا خیلی قشنگ بود، گذشت. خیلی خیلی شاید سخت بود اون لحظه برای ما، ولی همش گذشت. من کار میکردم، امید کار میکرد، من همونجا دیگه رفته بودم تهران سر دیگه، تو اون سالن کار میکردم با موتور. امید منو میرسوند تو روزهای بارونی. یه خاطره خیلی خوبی هم که دارم از اون روزهای بارونی، بارون اومد زیر پل جوادیه، خونمون ته جوادیه بود، یعنی پولمون اونجا میرسید که بگیریمش. بعد این بارون میزد، بعد خیس آب شده، یعنی از بالا از این نوک تا نوک انگشتامون خیس آب بود. بعد اومدیم تو آسانسور فقط میخندیدیم، لباسامونو که میشنیدیم همینجا آب از لباسا میریخت پایین، ولی میخندیدیم دیگه. اون موقع بیشتر میخندیدیم آقای محمدی، الان کمتر میخندیم. ولی سخت بود اما گذشت. خیلی تلاش کردیم ولی گذشت به خیر و خوشی هم گذشت، خیلی خوب بود. و الان که برمیگردین اون موقع رو میبینین و مرور میکنین، چه حسی بهتون دست میده؟ من هر وقت یک بار، هر چند وقت یک بار خودم برمیگردم و گذشتم رو نگاه میکنم. حتی میریم اون منطقه‌ای که زندگی میکردیم نگاه میکنیم که احساس میکنم آدم هیچ وقت نباید گذشته‌ش رو فراموش کنه. من از نقطه خودم این احساس رو میکنم، از صفر اومدم بالا. حالا این جمله کلیشه‌ای شده که همه از صفر شروع میکنن، همه از صفر، ولی واقعا خیلی هستن که از صفر شروع میکنن. این صفر شروع کردنه شاید یه همراهی داشته باشی خیلی کمکت بکنه. خب امیدم، حالا نه که من بگم امید شخصی بود که کارش ماهیانه ان میلیون تومان، امیدم اون موقع پیک موتوری بود، درآمد اونم روزانه من بیشتر بوده ولی پیک موتوری بود. اما گذشته آینده آدم رو میسازه واقعا. و همین همراهی آقا امید باعث شد که این همراهی شکل بگیره و کم کم جفتتون خیلی خیلی کمکم کرد. نبود اون بچه انقدر منو وادار میکرد به خاطر که فکر نکنم به این مسائل. من همش کار کردم، یعنی تمام ذهنم رو میذاشتم پای کارم و انقدر خودم رو خسته میکردم که دیگه اصلا متوجه نبودش نشم. یعنی یه روزایی واقعا فراموش میکردم که یه بچه‌ای دارم، واقعا انقدر که کار میکردم و انقدر خسته میشدم فراموش میکردم که من یه بچه‌ای هم دارم. ولی همش به خاطر اون بود. اما انقدر کار میکردم دیگه همه چی از یادم میرفت. بیشتر به خاطر این مسائل بود که خیلی کار کردم. الان احساس خوشبختی میکنی؟ بله، الان که چند ماه هم هست پسرم اومده دیگه پیش خودم و اینکه هر چی دلش میخواد میتونم براش تهیه کنم، هر لباسی بخواد میتونم براش بخرم، هر گوشی بخواد براش میگیرم، بهترین مدرسه ثبت نامش کردم. اینا همه باعث خوشبختی آدم میشه. نه خوبه، خدا رو شکر. و چقدر لذت بخش. بله بسیار لذت بخش. یعنی تو این مسیر علاقه‌مند شدی به تو کارت؟ مسیر خب درآمده خودش باعث علاقه میشه آقای محمدی، ولی اول اجبار بود، بعد یواش یواش کار کردم.
وقتی درآمدم رفت بالا، یعنی دیگه تونستم خودم برای خودم پول در بیارم و اون پول نسبت به اون پولی که در رابطه با ابرو میگرفتم و اصلاح و شستشو این داستانا خب خیلی متفاوت بود. بعد دیگه شکوفا شد. چقدر عالی. اولین باری که یکی رو واسش کار رنگ انجام دادی یادت هست دقیقاً خوب شد بد شد، یا تو این مدتی که شروع کردی خرابکاری کردی؟ خب همه خرابکاری که قطعا انجام میدهن، نداریم کسی بدونه. ما همین الان هم شاید خرابکاری انجام بدیم، اتفاق میفته. ولی اون اولیه چون خیلی دقت داشتم، نه ماش خراب نشد، خیلی هم قشنگ شد. بقیه رو دقت نکرد. ولی هر باری که مورنگ میکردم خب یه آزمون خطا برای من بود. بعد از اینکه چندین مورنگ کردم احساس ضعف داشتم توی کارم و سعی کردم که با مدل گرفتن اون ضعفم رو از بین ببرم. مدل رایگان میگرفتم، براشون کار انجام میدادم و یواش یواش هر دفعه هر بار کارم بهتر میشد. کار خرابی که مثلا مو بسوزونم یا اوضاع خیلی وحشتناکی بشه، خیر، خدا رو شکر. چقدر مدل میگرفتی که بخوای کارت به یه حدی برسه که خودت راضی باشی؟ من هر روز مدل میگرفتم، یعنی روزانه آگهی میذاشتم یا به دوستان میگفتم، دوستان از بستگانشون از دوستاشون میآوردن، من براشون مثلا کار انجام میدادم و هزینه نمیگرفتم بابتش. حالا یه دوستانی هم بودن لطف داشتن به من، با اینکه مدل میشدن هزینه موادم بهم میدادن، ولی خب نتیجه نهایی کار همشون خوب بود. یه مدتی که اصلا کلا از اون سالانم که اومدم بیرون توی خونه این کارو انجام میدم، تو آشپزخونه. تو خونه این کارم انجام تو میدادی؟ خونه خیلی تمرین کردم، خیلی. چون تو خونه تو هم آشپزخونه خب کثیفیش همونجا بله میشه خیلی، جمع جور کرد. مخصوصا اگر همسر وسواسی هم داشته باشید دیگه خیلی بد. مرسی که همسرتون هم اومدن اینجا مرسی. نشستن، مرسی از حضورشون. ممنون. خب چی شد بعد که رفتید سمت سالن زدن؟ یعنی اینجوری شد که تو همون سالن کار کردین، چی شد که رفتید سالن زدین؟ من سالن نزدم سریع. خب مراحلش رو واسمون بله. تعریف کنید. من تو این 12 سالی که کار کردم الان تقریبا 4 ساله که سالن زدم. 4 سال و نیمه تقریبا. الباقیشو توی سالن کار میکنم. اون سالن میدون جمهوری که تقریبا 1 سال و نیم کار کردم و بعدش توی یکی از همین کلاسایی که برای شرکت‌های مختلف بود، برندهای ایرانی، من میرفتم سر کلاساشون میشستم، با یه خانمی آشنا شدم. این خانم به من پیشنهاد داد که من برم مجموعهشون و تست بدم برای کار رنگ مو. رفتم اونجا تست دادم، قبول شدم و یه چند روزی اونجا داشتم کار میکردم. یه مشتری برام اومد، بعد این مشتری عصبی بود، کلا اومده بود برای درمان ایران، مشکلات روحی داشت. بعد موهاشو رنگ کردم. سالن هم که توش بودم یه سالونی بود که آینه نداشت، خیلی تاریک بود، سالن خیلی شلوغی بود، خیلی شلوغ، اما مدل سبک سالنشون این شکلی بود. بعد من چشمام یه مقدار ضعیفه، عادت نداشتم به نور سالن اونجا، موهای خانمه رو رنگساژ تیره براش گذاشتم. بعد رفت داد و بیداد کرد، بعد خیلی بد. بعد دیگه مدیرمون اومد بهم گفتش که یا باید بری مثلا یه مدتی دستیاری اینجا وایسی، یا مثلا دیگه اینجا وانسا، اینجا کار نکن. و من گفتم اشکال نداره، من دستیاری وای میستم. ناامید نشدی نه، دوباره؟ دوست داشتم اونجا کار کنم چون سالن خیلی شلوغی بود و وقتی میدیدم 5 تا رنگکار داره و همه سرشون شلوغه، دوست داشتم اونجا کار کنم. دیگه یه 6 ماهی دستیار موندم اونجا، کار انجام میدادم کامل، حتی یه سر کاملم خودم میزنم، ولی به عنوان دستیار بودم، حقوق نمیگرفتم به هیچ عنوان، 1000 تومانی هم نمیگرفتم، حتی هزینه عیاب ذهابم نمیگرفتم با اینکه کار میکردم. بعد درآمدم اونجا موقعی بود که بعد از ظهر میومدم خونه، تو خونه کار انجام میدادم. یواشکی یعنی یا نه تمرینش تو خونه نه بود؟ خودم که خونمون میدون جمهوری بود اون موقع، سالونی که کار میکردم کلا غرب تهران سر بود. بعد از همون مشتریای قدیمی که داشتم حالا مدل بودن و اینا، همینجوری می اومدن با هزینه‌های پایین براشون انجام میدادم، یه پولی هم اون قسمت‌ها در می‌آوردم دیگه. هیچی. بعد 6 ماه مدیرمون بهم گفتش که زیرابی میرفتین دیگه؟ اجازه. چرا؟ چون تو سالن کار میکردی خونه هم کار نه میکردی. زیرابی نیست، این بهش میگن تلاش. زیرابی مال موقعی که مشتری یک جایی رو برداری با خودت ببری خونه‌تون، موهاشو رنگ کنی، به اون میگن. شما مشتری خودتون؟ آره من مشتری قدیمی خودم. و قانع اینکه نمیشن ولی. جان خب میگم قانع نشدم قانع ولی میشی. خب بعد دیگه چی دیگه، بعد 6 ماه بهم گفتش که اجازه داری که سیت داشته باشی و دیگه شروع به کار کردم.
تقریبا 4 سالم توی اون سالن کار کردم. بعد یه مشکلاتی با مجموعه پیدا کردم بابت درصد و هنرجو و این داستانا که دیگه کرونا شد، سالن سال تعطیل 98. شد و بعد از اینکه سالن تعطیل شد توی همون 2 ماه اولش من دیگه سالن دادم، هم تو اوج کرونا. این سرمایه اولی از کجا اومد؟ سرمایه نبود آقای محمدی. من با 20 میلیون تومان یه سالن خیلی کوچیک در حد 45 متر که خودش آینه داشت، صندلی داشت و سرشور داشت رو به صورت اجاره 20 میلیون با ما 5 تو همون میلیون تو منطقه همون که منطقه هستین، تهران تهران سر سر. بله اجاره کردم. بعد روزانه اون موقع تو کرونا بود، خیلی مشتری کم بود و ما مجبور بودیم که دونه دونه پذیرش کنیم. هر یه دونه مشتری که میگرفتم، اون مبلغی رو که میگرفتم بابتش، یواش یواش سرشور رو عوض کردم، صندلی رو عوض کردم، چند تا چیز اضافه کردم و در نهایت بعد از 1 سال و 2-3 ماه بعد از اینکه اون سالن رو گرفتم، دیگه سالنی که دوست داشتم رو خودم اون طبقه بالا که تقریبا نفر از سوم. صفر شروع کردین شما. بله، سالن زدنم واقعا با 20 میلیون تومان پول پیش بود. همین سال 98. سال 98. و چی شد که کم کم مشتری اومد؟ از اینجا برامون بگید که چی شد که کم کم مشتری اومد، یا نه از همون سال 98 99 پیج شما دیده میشد. بله. حالا الان حضور ذهن ندارم ما چه سالی با هم صحبت کردیم، یه جلسه با هم گذاشتیم سال 90 همون تو کرونا بود فکر کنم. فکر کنم 99 بود. 99 بله، 1 سال بعد. اون موقع هم شما، من یادمه که رو بورس بودید. بله، یعنی داشتید خوب کار می‌کردید. درست. چی شد که این مسیر چه اتفاقی افتاد؟ آقای محمدی، من از روز اولی که داخل اون سالونی که شروع کردم به کار، مدی جمهوری، نه این یکی، پیج اینستاگرام برای خودم توی گوشیم زدم و خیلی مسخرم میکردن، میگفتن کسی که کارش خوبه نیاز به نمونه کار نداره. خیلی مورد تمسخر قرار گرفتم تو محیطی که کار میکردم. اونجا رنگکار خیلی زیاد بود، 5 تا 6 تا رنگکار بودن، منم تازه اومده بودم، اونا سابقه کارشون خیلی بالا بود و خب من نمونه کار خیلی میزدم، نشون میدادم، مشتریم که میومد بهشون مشاوره میدادم، عکس پیجمو، یعنی عکسایی که تو پیجم بود بهشون برای خیلی ها اینستاگرام نصب کردم و بهشون گفتم یه همچین سوشال مدیایی هست که شما میتونید نمونه کارهای ما رو این ویترین ببینید و این مراحل رو گذروندم. بعد دیگه وقتی اومدم توی سالن این محتوا رو بیشترش کردم و بیشتر از همه این که محتوای دیده بشه، من نمونه کارام دیده شد توی منطقه‌ای که بودیم. یعنی چی نمونه کار؟ یعنی اینکه اون شواف کارت دیده شد یا نه اون کیفیت دیده شد؟ مشتری میرفت و با مویی که براش میزدم توی اون منطقه کوچیک تهران سر، وقتی میدیدنش ازش میپرسیدن که موهاتو کجا رنگ کرد. این خیلی مهم بوده که شما منطقه‌ای که انتخاب کردی به خاطر اینکه بافت جمعیتی خیلی شلوغی داره. بله. و آدما خیلی تعامل بیشتری با هم دارن. بله. همسایه‌ها، بله. دوستان، و اون تعامله باعث نشد که این تبلیغ دهان به دهان واسط خیلی بهتر باشه. 100% این اتفاق برای من یعنی افتاد. پس انتخاب جایی هم که شروع کردی به کار به نظرم بله. خیلی مفید بوده. 100% این اتفاق افتاد. دقیقاً تبلیغات اولیه‌ای که برای من شد همین تبلیغات دهان به دهان بود. یعنی مشتریان میرفتن، مشتری برام میآوردن، چه از اون منطقه چه از خانواده هاشون که توی مناطق دیگه بودن. همینجوری این عین یه کلونی بزرگ شد و مشتریان میرفتن، مشتری میآوردن. حتی انقدر مثلا شلوغ شده بود تو اون سالونی که کار میکردم که مشتری خودم به خودم دیگه نمیدادن. میگفتن وقت نداره، بعد بره مثلا با یه رنگکار دیگه انجام بده که دیگه همینا جرقه. تو شروع کارت اینجوری بود که با، یعنی مثل خیلی اینجوری اومدی فکر کنی که من با یه قیمت پایین شروع کنم بعد قیمتمو ببرم بالا؟ سیاستت و اون فکرت چی بود واسه شروع، واسه بحث قیمت گذاری؟ سالونی که من کار میکردم آقای محمدی رنج قیمت خاص خودش رو داشت. همون تهران سر سالونی که توش کار میکردم رنج قیمت خاص خودش رو داشت و ما با متریال خوبم مصرف میکردیم. ولی من در کنار این که من نمیتونستم دخالتی کنم توی مبلغی که دارن از مشتری میگیرن بر اساس اون چیزی که بهش مشاوره داده شده، اما موقعی که برای مشتری کار انجام میدادم همیشه یه گیفتی در کنارش براش میذاشتم. مثلا اگر 40 تا فول گرفته و 5 تا دونه براش خودم اضافه میزدم و بهش هدیه میدادم، چون مواد خودم بود، هنر دست خودم بود و دیگه دخل و تصرفی توی منبع مالی سالن نداشت. و این هم فکر میکنم خیلی برای مشتریام لذت بخش بود، این که بدون هیچ مسئله مالی اون 5 تا فولی که حالا اون مبلغ اون موقع هم خیلی مبلغ مثلا بالایی بود، 70,000 تومان 50,000 تومان بود و من همینجوری براشون میزدم. به طرف میومد 20 تا فول. دوست داشتن اینو دیگه. خیلی دوست داشتن. خیلی
این اخلاقمو دوست داشتن. و کم کم اینجوری شد که خیلی شلوغ شدی و بله. خیلی ماشاءالله داخل اون سالونی که بودم شلوغ بودم، بعد که خودم سالن زدم خیلی شلوغ‌تر هم شدم. بعدم که دیگه محتواهام بیشتر شد دیگه خیلی شلوغ‌تر شدم. و اینکه تا حالا شده بود که وقتی تولید محتوا میکنی از سوشال مدیا، حالا اینستاگرام صرفاً بخوای ناامید بشی که چرا جواب نمیگیری، چرا نتیجه نمیده، یا نه اینجوری بود که از همون اول نتیجه گرفتی؟ یعنی میخوام بگم اون تکراره، اون استمرار داشتن تو کارت چقدر بود؟ 100% خیلی آقای محمدی. ما اوایل که اصلا کسی اینستاگرام نگاه نمی‌کرد و اصلا براشون مهم نبود که از داخل اینستاگرام یه نفر رو پیدا کنن که اصلا نمیشناسنش و بهش چون مراجعه رنگ مو کنن. و کوتاهی جز لاینایی که خیلی سخت اعتماد میکنن. 100%. و اینکه مثلا یه نفری از یه منطقه دیگه بخواد بیاد این همه راه توی یه منطقه دیگه بخواد یه کار رنگ مو انجام بده صرفا به خاطر که توی اینستاگرام دیده. خیلی تلاش کردم برای اینستاگرامم، چندین بار ضربه خوردم، هزینه کردم برای تبلیغات به اشخاصی که حالا بلاگر بودن و به هیچ عنوان هیچ نتیجه نگرفتم. بعد سعی کردم اون هزینه ها رو برای یا فالوورام انجام بدم یا برای پیج خودم انجام بدم، یعنی صرفا برای کار خودم انجامش بدم. به همین دلیل خیلی خیلی تلاش کردم برای اینستاگرام. خیلی هم آروم آروم اومد بالا. بعد یه مدتی دیگه به اوج رسید. اما اینکه از همون اولش بخوایم بگیم که اینستاگرام بزنیم و بریم از داخل اینستاگرام ما پول در بریم، خیر. به نظر من خیلی تلاش میخواد. اون اتفاقی که افتاد یه نقطه عطف اولیه، چون من میخوام کسایی که میبینن این برنامه رو یه نتیجه گیری درست بکنن. بله. اون جایی بود که شما یه جای درست رو انتخاب کردی واسه اینکه بخوای یه مجموعه راه اندازی بکنی و کار کنی و شروع کنی به فعالیت. این خیلی مهم بود. خیلی. یه سالن شلوغ همیشه. و بعد اون کمک کرده که شما کم کم مشتری بگیری، سالن بزنی، بتونید تبلیغات بکنی، هزینه بکنی، دل سرد نشدی. به هیچ عنوان. 100% سالن اولیه‌ای که من رفتم داخلش کار کردم واقعا یک زمین بازی خیلی خوب بود برای من و منم بازیکن خیلی خوبی بودم. به همین دلیل موفق شدم. یعنی من همیشه میگم اون مدیریتی که اونجا داشت به من یک زمین بازی داد که اونجا پتانسیلش رو داشت که مشتری بیاد و من اون مشتری‌ها رو بگیرم و از داخل اون مشتری‌ها 10 مشتری دیگه بگیرم. من بازیکن بودم، زمین بازی خیلی خوب بود، تلاش کردم، استمرار داشتم و نتیجه گرفتم. نتیجهش هم گرفت. اون انگیزه که باعث شد خیلی سخت کار کنی، اون چیزی که هر شب بهش فکر میکردی، اون چی بوده؟ من آقای محمدی یک بار ازدواج کردم تو سن پایین و ماحصل اون ازدواج یک فرزند پسر بود. وقتی که جدا شدم فرزندم ازم گرفتن و من 12 سال بچه‌مو ندیدم. الان 6 ماه دارم میبینمش و تمام این طول مسیری که اومدم دوست داشتم که وقتی اومد به مامانش افتخار کنه. بیشترین مشتری که داری از کجاست؟ یعنی شما توی منطقه هستی تو غرب تهران، غربی ترین منطقه تهران، و مشتریایی که پیش شما میان بیشتر از کجان؟ کلا آقای محمدی من اگر بخوام از مورد 100% مشتریام صحبت کنم شاید 5% برای تهران سر باشن، یعنی منطقه‌ای که داخلش سالن دارم. 95%شون برای خارج از تهران سرن. من از منطقه 1 مشتری دارم، از 2 مشتری، یعنی از تمام 22 منطقه تهران من مشتری دارم، از ورامین، از اسلامشهر، از همه جا. و در کنارش خیلی مشتری دارم از شهرهای دیگر و از کشورهای دیگر. یعنی مراجعه میکنن به خاطر تبلیغاتی که شما حالا تو پیجتون هست و حالا محتوای پیجتون به شما مراجعه میکنن. فکر نمیکنی اگر یه منطقه دیگه بودی در ادامه، اولشو نمیگم، مثلا می اومدی مثلا سعادت آباد، زعفرانی، هر جا، فکر نمیکنی بهتر بود؟ ببینید آقای محمدی، من تو لوکیشنی که هستم بابت متریال مصرفی که درجه 1 دارم استفاده میکنم و از روز اول صحبتی که با مشتری داشتم اینه که من متریال مصرفیم رو روی میز در حضور شما باز میکنم، استفاده میکنم 0 تا 100. حتی رنگ مو وقتی داخل کاسه ریخته میشه در حضور مشتری جلوی سرشونه. پشت نیست. هیچ پسو، پشت، کمد، هیچ چیزی ما نداریم داخل سالن. سالن ما یه قسمت فلت داره که مشتری همه چیز رو میبینن. حتی اگر موهاشون بسوزن میبیننش، اینقدر آینه داره پشت سر هم دیگه. در این حد
من کاری که دارم انجام میدم رو توی اون لوکیشن دارم اون مبلغ رو میگیرم. اگر بخوام لوکیشنم رو تغییر بدم و برم زعفرانیه، برم الهیه، از مشتریان باید 2 برابر قیمت رو بگیرم و پول لوکیشن رو بهم بدن. خب وقتی میتونم اینجا انقدر شلوغ باشم مشتری با مبلغ مساعدتری بخواد بیاد، نحوه قیمت گذاریت به چه شکله؟ من فویلی حساب میکنم. چه قیمتی؟ ببینید آقای محمدی، ما یه VIP داریم، یه CIP داریم. VIP مون با مواد ترک هستش، CIP همون با مواد ایتالیایی هستش که 0 تا 100 ایتالیایی آلمانی استفاده میشه. یه قسمت هم که آموزشگاه داریم که توی آموزشگاهمون هم مدل میان و مدل ها با برند ایرانی براشون کار میشه. توی سالن از فولی 250,000 تومان ما داریم تا 500-600,000 تومان که موی بلند میشه بر اساس قد مو و تعداد فویل ها بر اساس حجم مو که انتخاب با خود مشتری. یعنی من صرفا نمیگم شما حتما باید الان 80 تا فویل در بیاری یا 40 تا فویل در بیاری. یه عکس به من نشون میدن، من بهشون میگم مثلا این کارو میتونم برای شما بین 30 تا 35 تا 40 تا فویل در بیارم با مواد ترک این مبلغ، با مواد ایتالیایی این مبلغ. حالا انتخابت کدومه خودت بهم بگو. و در نهایت بر اساسی که خود مشتری انتخاب میکنه، اول سلیقش، در نهایت بودجهشو در نظر میگیم، کارشو براش انجام میدیم. مشتری از در سالن ما بر نمیگرده. من اگر مشتری بخواد هزینه کنه با همون مواد CIP براش کار میکنم، یه مقدار بودجهش پایینتر باشه با VIP کار میکنم. در نهایت اگر هیچ کدوم از اینا رو نداشت بهش مشاوره میدم که به عنوان مدل هنرجویی بیاد قسمت آموزشگاهمون که طبقه بالا هست و مدل هنرجویی باشه. بله در نهایت اگر اونم نتونست که با حنا نه، در نهایت اگر نتونست رایگان براش انجام میدیم. خیلی عملی. و برگشت مشتریات چقدره؟ یعنی فکر میکنی که چقدر مشتریات کاری که واسهشون انجام میدی واسهشون جذابه و برمیگردن؟ من اگر چون لاین شما یه لاینیه که ناراضی توش خیلی زیاده. بله. یعنی من فکر میکنم، حالا اینو بعدا در ادامه ازت میپرسم، چند تا رنگکار خیلی خوب هست که اینا پر مشتری باشن یا یکی دو تا مجموعه یا چند نفر هستن که به قول معروف دارن خوب کار میکنن. مشتریات چجوری هن؟ یعنی راضی هستن از کارت؟ برگشت مشتریت خوب هست؟ من اگر بخوام دوباره درصدی در موردش صحبت کنم، من از 100% مشتریام فکر میکنم 80-85% برگشت. یعنی برمیگردن دوباره برای ترمیم، برای رنگساز، برای رنگکشی، دوباره میان پیش خودم. اون 10-15% هم که نمیان، شاید خب دفعه اولشون بوده اون چیزی که دیدن از من توی سوشال مدیا، بعد وقتی میان مراجعه میکنن اون آدمه رو نبینن، چون من کاملا متفاوت هستم از آن چیزی. شما تو مجموعتون چند نفر هستین؟ و فقط کار رنگ انجام میدین؟ ما رنگ و کراتین انجام میدیم، رنگ و تراپی. و من الان در حال حاضر 27 تا پرسنل دارم که همه هنرجوهای 0 تا 100 خودم بودن، خودم بهشون آموزش دادم و الان پیش خودم به عنوان یک تیم کار میکنم. کار ما به صورت تیم ورک، ما اصلا درصدی کار نمیکنیم. یعنی من اصلا با هیچ پرسنل درصدی کار نمیکنم. من حقوق ثابت به پرسنلم میدم بر اساس سابقه کارشون و اون میزان فعالیتشون داخل سالن، میزان اون شکوفایی که در طول مسیری که با من دارن به سرعتم خیلی 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 خوب رشد میکنن. چطوری حفظشون کردی که مثلا پیش شما بمونن، جای دیگه نرن؟ اگر پیشنهاد بهتری تا حالا بهشون کسی نشده آقای محمدی از پیش من بره، مگر من خودم به خاطر رفتار بعضی اوقات شاید تعداد انگشتای دستم نرسه. من بچه‌ها رو فرستادم که از مجموعه برن. یعنی اخلاق شما باعث شده که پیش شما بمونن؟ اونا که 100% اگر ازشون بپرسین اونا بخاطر اخلاق من میمونن. زیادم خوش نمیاد، من بد اخلاقم هستم ولی باهاشون خیلی دوست هستم. یعنی جای کار کردن، این محیط کاری یه طرف، خیلی رفیقشونم. یعنی یه خواهر میمونم براشون، حالا یه خواهر بزرگتر یا یه خواهر همسن یا یه خواهر کوچیکتر، خیلی در کنارشون هستم از لحاظ محبتی. اما تا حالا نشده کسی از پیش من بخواد بره با دلچرکینی بره و اینا، نه اصلا یه همچین چیزی تا حالا نبوده.
سابقه نداشتی. نه اصلا. بد اخلاقی شما تو محیط کارتون؟ من بد اخلاق نیست، جدی ام خیلی. جدی هست. با بله. مشتریا چی؟ یعنی با تا مشتریام حالا شده جدی. یه مشتری بیاد بگه که چقدر بد اخلاقی؟ مشتریا وقتی میان بیشتر من میترسن از شنیدم من. اینو. آره یه مشتری اومده بود پیش شما گفت چقدر این آدم بد اخلاقه. بله میگن. هست شده؟ میگن، خیلی بهم میگن. خب اون تایمای اولیه که میاد مشتری زیر دستم میشینه، خب من خیلی جدی ازش میپرسم چی میخوای، بعد شروع میکنم به تقسیم بندی و اساس سرم تو کار خودمه و اصلا هیچ صحبت دیگه ای نمیکنم، فقط 2 تا ازش سوال میکنم چه مدلی میخوای، چه رنگی، دیگه هیچ حرفی دیگه باهاش مشتری نمیزنم. حق نداره لابلاش اظهار نظر بکنه نه یا نه؟ دیگه اظهار نظر میفته دیگه، برای آخرش که میخواد رنگ موشو انتخاب کنه کاتالوگو بهش میدم، میگم انتخاب کن، یا سلیقه من یا سلیقه خودت، یا از تجربه من استفاده میکنی، یا اینکه خودت حالا دوست داری هر کسی بعد اون رنگ مو تو انتخاب کنه. اما اون اولیه وقتی یه عکسی نشون میده، من یا بهش میگم میشه یا نمیشه، اگر میشود که دیگه سکوت مطلق ما داریم کارمون رو انجام میدیم، اگر نمیشود بهش میگم اون چیزی که میشود با سکوت مطلق. ولی به نسبت حجم مشتریتون ناراضیتون کمه واقعا. بله، من تا جایی که بتونم مشتری رو راضی نگه میدم، حتی اگر مشتری همونجا رنگی رو انتخاب کنه خودش و من براش انجام بدم با اینکه من میدونم بهش نمیاد، بعد بلند میشیم مثلا چتری رو ما همیشه براشیم میکنیم که مشتری ببینه و میگه مثلا این رو دوست ندارم، من براش عوض میکنم. یعنی مشتری ناراضی باشه اینجوری راضیش میکنی که من 100% از در سالن میذارم راضی بره، یعنی راضیش میکنم بعد میفرستمش میره. به شما اگه ناراضی این نشد، مشتری باشه که بگه آقا من اومدم کار انجام دادم اون چیزی که میخواستم نشد، خب چیکار میکنی؟ اول ازش میپرسم که ببینم اول ما مشتریایی که مشکل دارن و اون اولش یه برگه مشاوره میدیم و مینویسیم و داخل اون CRMمون اطلاعات خود مشتری رو مینویسیم که مشتری مثلا رنگ تیره داشته، موهاش مثلا آسیب دیده بوده و این داستانا. در نهایت یه همچین پایه‌ای قرار بوده اتفاق بیفته. اگر ایراد از کار من باشه که 100% باید برگرده و موهاش رو درست کنیم. اگر ایراد از خود مشتری باشه، چون مشتری ها هم نصفی هاشون یعنی 90%شون اون لحظه ای که براشون کار انجام میدی راضی هستن، بعد همون 90% میرن خونه، دوباره افراد موهاشونو میشورن ناراضی میشه. نه نشسته همون میرن داخل خونه، اون افرادی که میبیننشون اونا هم باید راضی باشن، یعنی ما یه نفر رو نباید راضی کنیم، ما تمام افراد رو باید راضی کنیم، یعنی همسایه رو باید راضی کنیم، همسر رو باید راضی کنیم، یعنی همه دیگه، حتی گروه مادران نمونه تو برنامه شادم باید ما راضی کنیم. در هر صورت چیزیه که شاید اگر به ناراضی هم باشه بابت یه رنگ مویی باشه یا مثلا بگه سفیدی موی من مثلا یه قسمتش نگرفته، ما میگیم برگردم و براشون درست کنیم. حالا یه سال به ذهنم رسید اینو ازتون بپرسم چون خیلی مهمه. به نظرتون براشین کردن مو چقدر تو فاینال کار تاثیر داره؟ بسیار بسیار مهمه. چیزی که خیلی‌ها بهش دقت نمیکنن. استایل مو برای یه کار برای خود یه هیر کالر آرتیست بسیار بسیار مهمه. یعنی اگر براشینگ خوب نشه در نهایت، حداقلش براشینگ و یه استایل خوب نشه، شما نهایتا نمیتونی اون نتیجه نهایی کارت که اینقدر قشنگ براش 8 ساعت 9 ساعت زحمت کشیدی رو بخوای به معرض نمایش بذاری. ولی اینکه اون مشتری که اومده داخل سالن، همسرش دم در منتظرشه، دوستش دم در منتظرشه و اون لحظه اولیه خب خیلی مهمه وقتی میبیننش. وقتی مو استایل شده باشه، میره مثلا بشینه توی ماشین، همسرش میبینتش اون قشنگ تر باشه، خب 100% رضایت همسر هم ما جلب کردیم. 100%. بدترین خاطری که از یک مشتری داشتی که خیلی حالا چه خوشحال شدی چه خیلی اذیت شدی، چیزی تو ذهنت هست واسمون تعریف کنی؟ مشتری بدترین خاطره، حالا یا بدترین یا بهترین بهترین. خاطره اینه که مثلا مشتری براش ماشین نکردم یهو گریه کرده، خودش دیده تو آینه، احساساتی شد. احساساتی شده، فکر نمی‌کرده اون موش مثلا اون رنگی بشه و نهایتا این اتفاق براش افتاده، خیلی خوشحال شده، ذوق زده شده، احساساتی شده. بدترینش مشتری مثلا یه رنگی رو انتخاب میکنه اولش، خیلی پایه دکور بالایی میخواد، ما خیلی باید زحمت بکشیم و خیلی مواد براش مصرف کنیم که به پایه بالا برسونیمش، بعد که براش انجامش میدیم، براشینگ چتری انجام میدیم، میگیم بهم نمیاد تیرش کن، یهو از رو پایه 9.5 10 میاد رو پایه 6 شکلاتی و قهوه‌ای، بعد اونجا انگار تیر به من زدن، هم موه سخت‌ترین اذیت کار. میشه، اول از همه موه اذیت شده، دوم که ما یه عالمه شما زمان اینجوری هستی که مثلا هر مشتری بیاد یا بخواد مشاوره بگیره انجام میدین یا نه مثلا میگی که آقا من این مشتری رو اصلا انجام نمیدم؟ من بیشتر مشتری ها رو انجامشون میدم، یعنی فقط موی طبیعی کارش نه، من موی پرشالش خیلی مشتری دارم،
سمی‌ترین حالت ممکن اینه که مشتری از جای دیگری به ما مراجعه میکنه، اون خراب شده و در نهایت از ما کار معجزه میخواد. این برامون خیلی سخته. سعی میکنیم یا پذیرش نکنیم یا اگر پذیرش میکنیم حداقل 45 دقیقه 1 ساعت باش مشاوره بدیم، بنویسیم، مکتوبش کنیم و در نهایت بازم ناراضی هستن آقای محمد. حالا من یه سوال دارم. یه شخص میاد پیش شما، یه مشتری، شما یه موی تا سرشونه رو مثلا بخوای یه لایت بگیری، چقدر لایت انجام بدی چقدر میگیرین؟ بین 8 تومن تا 10 تومن 12. مثلا همین مو رو اگر برن یه سالونه همون زعفرانیه یه دفعه مثلا باید 18 تومن 19 تومن 20 تومن بله. بدن. این قیمت رو که میدونیم بله. هست، بیشتر هم هست. بله. چه فرقی میکنه این کار؟ یعنی این کیفیت فرق میکنه، فضا جا فرق میکنه، لوکیشن فرق. یعنی فقط فکر میکنی همینه؟ اگر از لحاظ متریالی خیالم راحت باشه که اون شخصی هم که تو زعفرانی هست همون مواد من داره مصرف میکنه، فقط لوکیشنه. آها. اگر نه متریالی هم حساب کنیم، چون رنگکارا دارن درصد پرداخت میکنن، بندگان خدا خب خیلی درصد زیادی هم به سالن ها میدن و بابت اون درصدی که میدن مجبورن یه مقدار از اون متریال درجه 1 بزنن، یعنی کیفیت بیاد پایین. کیفیت میاد پایین به خاطر که سود کنن، مجبورن. و در نهایت فکر میکنم لوکیشن و متریال مصرفی بسیار متفاوت خواهد. یعنی کیفیت به نظر شما فرقی نمیکنه؟ آخه عکس‌ها یا فیلمایی که مثلا توی یه سری پیج اونا هست از عکس‌ها و فیلمایی که توی یه سری از پیج‌های دیگه هست یه ذره قشنگ‌تره. شاید لوکیشن سالنشون خیلی خفنه، شاید ادیتورشون خیلی قویه. یعنی اینا رو فکر میکنی که سببشه؟ احتمال داره این چیزا هم باشه. شاید هم واقعا کار خیلی حرفه‌ای انجام بشه. یعنی میخوام بگم از نظر شما چه فرقی میکنه؟ من مخاطب الان مثلا میخوام یه انتخاب بکنم، چه فرقی میکنه؟ قاعدتا این قضیه توی آموزش تو همه چی تو مشتری تاثیر میذاره. به نظر من مشتری اول باید همیشه یه بار امتحان کنه این قضیه رو، یک بار در یک لوکیشن دیگری که احساس میکنه بهتره، حالا تصاویر عکسش نمونه کاراش خوبه، و یه بارم توی لوکیشن ضعیف‌تر. ما خیلی داریم تو لوکیشن ضعیف‌تر کار میکنن، خیلی عالی و درجه 1 دارن کار میکنن. من میشناسم با متریال درجه 1 هم دارن کار میکنن ولی تو لوکیشن بسیار بسیار ضعیف و نتیجه نهایی کارشون شاید خیلی از اون افرادی که تو مناطق خیلی خفن و باحال تهران هست نتیجهش خیلی عالی درجه 1 تر باشه، اما به دلیل خیلی از خانم‌ها دوست دارن تو لوکیشن بالا کار انجام بدن. آقای محمدی من میبینم، مثلا مشتری به ما پیام میده میگه مثلا آدرستون رو بفرستید، میگه خیلی دوره، ما تهرانیم. میگم ما هم تهرانیم. اون فکر میکنم ما خارج از تهرانیم، یعنی تهران سر یه خارج از تهران، انگار مثلا یه جای دیگه ای. این چالش هم دارید پس؟ 100% خیلی. ولی در نهایت میان بهشون میگم شما قاعدتا وقتی کار شما رو دوست داشته باشن در نهایت میان. و فکر میکنم خیلی از مخاطبین شما وقتی میان شما رو انتخاب میکنن بیشتر به خاطر خودتونه. 100% آقای محمد. من احساس میکنم اون خانمایی که به من مراجعه میکنن برای بار اول من دوست دارن میان. یعنی وقتی میان من اون احساس ازشون میگیرم، مثلا میان بغلم میکنن، مثلا بوس هم میکنن، میگم ما مثلا دوست داشتیم اول خودتو ببینیم بعد در مورد رنگ مو تازه خودتون مشاوره میدید به مشتری ها؟ بله 80% خودم انجام میدم و مشاوره اولیه که داخل واتساپ انجام میشه مشاوران ما انجام میدن که مسلط هستن به نحوه قیمت و تمام تکنیکا و اینا. روزی که مشتری مشاوره شده از قبل و میاد داخل سالن برای اجرای کارش، وقتی رو صندلی میشینه دیگه صفر تا صدش به خودم. بیشترین تعداد مشتری تو یه روزتون چقدر بوده؟ بین اگه بخوام اسفند رو فاکتور بگیریم، خب ماه اسفند اصلا یه چیز عجیب غریبیه، اما بیشترین حالت ممکن توی این 11 ماه ها بخوام بگم بین 40-45 نفر روزانه. چقدر متوسط از اینا پول میگیرین؟ زیاد. حساب کتاب قیمت ها متفاوته دیگه. ما تقریبا از 6-7 تومن داریم کار، حتی موی کوتاه پسرونه بخوایم دکور کنیم مثلا 3-500، ولی از رنج پایین داریم تا 25 تومن 30 تومن 35 تومن همه قیمت میگیرین؟ بستگی به مشتری داره، پولی که از مشتری میگیره یا نه؟ بستگی به پول نداره، به مشتری نداره. مشتری برای من فرق نمیکنه از الهیه اومده باشه یا از اسلام شهر اومده باشه، مشتری موهاش برای من مهمه.
یه نفر میاد با یه موی تا کمر پرحجم و یه کار 90% میخواد، قطعا باید 30 تومن 35 تومن هزینه کنه. با یه شخصی که یه موی تا سرشونه داره کم پشت با مثلا 30 تا فل، من اینو 2 ساعته کارش انجام میدم میره، برای اون باید 9 ساعت زمان بذارم. رابطت با کسایی که زیر مجموعتن چطوریه؟ رابطت خوبه باشون؟ پرسنل سالن بله خیلی زیاد عالی. و اینکه اگر یه روز قرار باشه که تو لاینی که داری کار میکنی با یه نفر همکار شی، کیو انتخاب میکنی؟ از بین همکاران آره تو ایران هر کی هست دوستتون، اگه یه آدمی که فکر میکنی قبولش داری، من همه رو قبول دارم، حالا همه یه نفر اسم بگین اگر میشه. نمیدونم نمیگی؟ هر کی بگم اون یکی ناراحت میشه، دوست زیاد دارم توی این حوزه. خب باش. یعنی من با بیشتر همکارام رابطه دوستانه دارم، توی نمایشگاه ها میبینمشون یا توی کلاس ها میبینمشون، با همشون دوستانه رفاقت دارم. شاید توی فضای مجازی فالو نداشته باشمشون یا اونا منو فالو نداشته باشن، ولی هر جایی که دیدم بهشون احترام گذاشتم و کلا آرایشگرا همه زحمت کشن، آدم همشون رو بله دوست داره، 100%. اصلا بد نداره. شما فقط گفتین که توی لاین رنگ مو و کراتین کار میکنین، چرا توسعه نمیدین که لاین‌های دیگه هم وارد مجموعتون بکنین؟ علتش چیه؟ آقای محمدی من احساس میکنم خب تو اون کاری که تخصص دارم الان دارم راه درست رو میرم و اینکه اگر بخوام لاین های خیلی بهش فکر کردم چندین بار، اگر بخوام لاین های دیگر رو بذارم مدیریت اون لاین اصلی خودم رو از دست میدم. یعنی یا باید بگم یه نفر دیگه بیاد و اون قسمت ها رو گردن بگیره، من کار خودم کنم. چون آقای محمدی من مثل مدیرای سالن نیستم کچلوارمو بپوشم یا لباسمو بپوشم پاشنه بلند بپوشم وسط سالن راه برم یا یه ساعتایی تو سالن باشم. من از تمام پرسنلم زودتر میرم سالن، از همه دیرتر خارج میشم و لباس کار میپوشم، دقیقاً همون لباسی که پرسنلم پوشیدم و پا به پاشون دارم کار میکنم، سر میشورم، براشینگ میکنم، رنگ ابرو میذارم، نمیدونم کاور میبندم، وازلین میزنم برای مشتریا، موهاشون رو فول میبندم، همه کارا رو من عین خود پرسنل دارم انجام میدم. و اینکه فکر میکنم خیلی برام سخت بشه لاین های دیگه باشه، بعد باید سالن رو توسعه بدم، بزرگترش خب کنم، اینا اگه خیلی الان سخت تو میشه. فکرت این باشه که بخوای سالن رو توسعه بدی، بالاخره هر چند سال یه بار آدم یه سقفی میزنه، دوست داره توسعه بده تو کسب و کاری که داره فعالیت میکنه، چجوری توسعه میدی؟ تا حالا بهش فکر کردی؟ من بهش فکر کردم، چند وقت پیش میخواستم یه سالن بزنم مثلا این ناخون اضافه کنم، بعد پشیمون شدم، گفتم نمیشه، نمیتونم، در توانم نیستش که بخوام حالا بگم یه طبقه هم سالن ناخون بشه و من برم به اونا هم من یه چیزی به رسیدگی ذهنم کنم. رسید، چرا یه کلینیک تخصصی مو نمیزنی؟ مثلا ما همه نوع کلینیکی داریم واسه چه میدونم پزشکی، هر نوع کلینیکی داریم، بله چرا واسه مثلا مو نمیای یه کلینیک تخصصی بزنی؟ از درمان چه میدونم ریزش مو، حالا نریم وارد پزشکیش نشیم، بله شوره مو، رنگایی که خراب شده و کاملا مثلا ببریش سمت این قضیه که کلینیکال بشه. خواستم عرض کنم خدمت آقای محمدی، بعد از اینکه حالا خواستم لاین ناخن و بعد به موژه هم فکر کردم اینا رو اضافه کنم، بعد دیدم نه نمیشه، به کار تراپی فکر کردم. گفتم خب الان فکر میکنم کاری که خیلی در کنار کار ما بولد هستش کار تراپی گیاهی، نه تراپی شیمیایی یعنی کراتین، نه کاری که حال موی مشتری ها رو بهتر میکنه، از لحاظ روانی حال بهتری بهشون میده، موهاشون نرمتر میشه، خوشحالتر میشه، درمان اسکالپ کف سر و این داستانا. گفتم حالا شاید اگر بخوام یه قسمتی رو بهش اضافه کنم، اینو اضافه کنم و که تا حالا به فکر این نیفتادی که بخوای شعبه بزنی جای دیگه؟ شعبه خیلی بهم پیشنهاد شد آقای محمدی، چه از شهرهای مختلف چه از مناطق دیگه تهران، بازم نه، بازم قبول نکردم. احساس میکنم که اگر بخواد شعبه هم زده بشه، باز از کیفیت کار من زده میشه، چون من خودمو نمیتونم به 2 قسمت تقسیمش کنم، من همون یه دونم و با همون جایی که مشتریام هستن، یعنی عادت کردن که من باشم، نمیتونم نباشم و کار انجام بشه، یعنی من یه مسافرتم نمیتونم. تو این مسیری که تا اینجا اومدی کی خیلی کمکت کرده؟ یعنی خواهر، همسر، خانواده که کلا کمک نکردن مشوق نبودن از اول؟ اصلا، همین الان هم نیستن. چرا؟ من
پدرم کلا فکر میکنم تو طول این 12 سال یک بار اومده توی سالن من و اونم 3 دقیقه نشسته رو اون مبله، اونم منتظر بوده. نه مشوق از لحاظ خانواده اصلا و به هیچ عنوان، ولی همسرم چرا خیلی از همون اولش خیلی مشوق بود، همراهی میکرد، همکاری میکرد، کامنت هیت میخوند، هرس میخورد، هیچی نمیگفت. راست خیلی همکاری کرد بنده خدا. همیشه سلامت باشن. سلامت فکر میکنید باشید. که اینکه حالا همسرتون در کنارتون بود و همراه بود خیلی کمکتون 100%. کرده؟ بله بله. افرادی که خانم هایی که متأهل هستن، خب ما تو ایران داریم زندگی میکنیم دیگه، اگر آقایون بهشون پا ندن، راه ندن، پشتشون نباشن، نمیتونن اون چیزی که هستن رو ارائه بدن. و اگر بخواد هر شخصی دیگه بخواد برای هر چیزی دیگه از همسرش بخواد اجازه بگیره و اون آقا هم دست و بال اون خانم رو ببنده، نمیشه. واقعا اون خانم اون پتانسیل اگر داشته باشه واقعا نمیتونه اجراش کنه. به همین دلیل به نظر من اونایی که متأهلن خیلی مهمه که همسرشون در کنارشون باشه. اگر نباشه خیلی اذیت میشه. یعنی به نظر من شکوفا نمیشه. نقطه عطف این مسیری که اومدی چی بوده؟ یعنی چی؟ یعنی یه جایی که یه اتفاق خیلی ویژه افتاده، شرایط عوض شده، یا یه شروع جدیدی بوده که یه سری اتفاقات خیلی بهتری واسه افتاده، جایی که خیلی یادته؟ من اگر بخوام از لحاظ حالا کاری نخوام بگم یه قضیه که خیلی، ولی یه چیزی باشه که توی کارم خیلی دخیل بوده از لحاظ خودم، ما یه دختر کوچولویی آوردیم پیش خودمون نگه داشتیم از 6 ماهگی. از روزی که اون دختر بچه اومد تو زندگی ما تا همین الان خیلی خیر و برکت تو زندگی ما اومد. از اون لحظه به بعد فکر می‌کنم اصلا یه قسمتایی از اتفاقاتی که برای ما افتاد، سالن یه طبقه دیگه بهش اضافه شد، اون ماشینی که دوست داشتم و بهترش رو تونستم بخرم، خیلی خیلی اتفاقات دیگه حالا که نیاز به گفتنش نیست، ولی با حضور اون کوچولوه فکر کنم خدا خیلی بهمون کمک کرد. یعنی اون خیلی کمک کننده بود. چند سالشونه الان؟ الان 7 سالشه. کلاس ماشاءالله. دوم. عزیزم انشالله همیشه سلامت باشی. سلامت باشی. بریم سر اصل قضیه. پیجتون فکر نمی‌کنی که این کار اضافه کاری؟ یعنی دست رو دست زیاده. مو بلد نیست بشوره 1500 تومان دادم میره ماهی. و اون مشتری‌ها هم میترسن برن جای یه دیگه. موقعی باید رها کنی آقای محمدی. تا حالا موهای همسرتون رنگ کردی؟ چیپ ترین کار ممکن.